بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم از قرآن بپرسیم که مؤمن واقعی چه کسی هست. الله متعال در سوره انفال جواب میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمن کسیه که الله متعال رو یاد میکنه و وقتی که الله متعال رو ذکر رو یاد میکنه قلبش به لرزه در میاد از محبت الله متعال، از عظمت الله متعال. قلبش میتپه، قلبش به لرزه در میاد. پس اولین صفت فرد مؤمن واقعی اینه که در ذکر و یاد الله جل جلاله همیشه است، همیشه در فکر معشوقش هست، همیشه در فکر معبودش هست، با الله متعال محبت داره، روزش رو با عبادت و با محبت و یاد الله جل جلاله میگذرونه. در تمام امور از اون کمک میخواد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مؤمن واقعی فقط الله رو عبادت میکنه، فقط سر تعظیم برای الله خم میکنه. و ایاک نستعین، و فقط از الله طلب کمک میکنه. در تمام امورش از رب کائنات، از بزرگترین قدرت جهان کمک میخواد. کسی که تمام مشکلات رو میتونه حل بکنه، کسی که خالق این جهانه، کسی که مالک این جهانه. چقدر انسان مؤمن زندگیش لذت بخشه که الله رو داشته باشه، رب کائنات با اون دوست باشه، با الله تعالی محبت داشته باشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمن واقعی کسیه که وقتی که آیات کلام الله مجید برای اون خونده میشه، در آیات الله متعال تدبر و تفکر میکنه، به آیات الله تعالی عمل میکنه، دستورات الله تعالی که در قرآن داده اونا رو انجام میده و ایمانش رو اضافه میکنه. زادتهم ایمانا، ایمانشون به وسیله تلاوت قرآن، به وسیله عمل به مفاهیم قرآن اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلون. مؤمن واقعی بر پروردگار خودش توکل میکنه، در تمام امور الله رو یار و یاور و کارساز خودش میدونه و بر الله متعال توکل میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. الله تعالی در آیه دیگه میفرمایند که هر کس بر الله توکل بکنه، الله رو کارساز خودش بدونه، الله برای اون کافیه. ذات قدرتمندی که تمام کائنات و کل جهان رو خلق کرده، مگه میشه کافی نباشه؟ فقط انسان مؤمن باید با الله متعال محبت داشته باشه، دوستی داشته باشه و ارتباطش رو با الله متعال مستحکم بکنه. زندگی دنیا برای اون لذت بخش میشه، در قبر اونجا سختی نمیکشه چون الله متعال با اون همراست. قبر برای اون وسعت پیدا میکنه، قبر تاریک برای اون روشن میشه. در روز قیامت که تمام انسانها پریشان و سرگردان هستند، الله متعال یار و یاور اوست و اونجا الله متعال برای اون آسان میکنه وحشت قیامت رو و در بهشت خودشون رو جا میده، رضایت خودشون نصیبش میکنه. چقدر زیباست زندگی کردن برای الله، چقدر زیباست محبت با رب متعال. صفت دیگری که الله تعالی ذکر می‌فرمایند در سوره انفال، الذين يقيمون الصلاة. مؤمن واقعی کسی است که نماز رو اقامه می‌داره، نماز رو همونطور که رب متعال میخواد، دوست داره که بنده مؤمن انجام بده، همونجور انجام میده. وضو رو به صورت کامل میگیره، نماز رو با جماعت میخونه. در اهمیت نماز جماعت همین حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کافیه که
در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ فرد مؤمنی نبوده که در نماز جماعت شرکت نکنه. حتی اون منافق هایی که نفاقشون علنی و مشخص نبوده برای تمام مسلمین، اونها هم در نماز جماعت شرکت میکردن. افراد از مسلمانان که مریض بودن و میتونستن به وسیله 2 شخص در نماز جماعت حاضر بشن، اونها هم در نماز جماعت شرکت میکردن. چقدر نماز جماعت اهمیت داره. والله متعال دستور میده در قرآن مجید ورکعوا مع الراکعین، امر مسلمانان، مؤمنین، شما رکوع بکنید همراه رکوع کنندگان. و این امر در نماز جماعت محقق میشه. و مما رزقناهم ينفقون، مؤمنین واقعی کسانی هستند که بخیل نیستند. از اون رزق و از اون ثروتی که الله متعال در اختیارشون گذاشته، از اون برای رضایت الله جل جلاله، در راه الله جل جلاله، به مستضعفین و به کسانی که نیازمند هستند خرج میکنه برای اونها. در ادامه الله تعالی میفرماید، بعد از این آیه الله تعالی میفرماید، صفات رو ذکر میکنه و میفرماید که اولئک هم المؤمنون حقا، این اشخاص مؤمنین واقعی هستند. اگر مؤمن کسی که به الله ایمان داره و صفاتش اینه، اگر ما میخوایم، اگر واقعا به الله تعالی ایمان داریم، اگر واقعا مسلمان و مؤمن هستیم، باید تلاش بکنیم که این صفات رو به صورت کامل در زندگی خودمون بیاریم. الله رو محبوب قلبمون قرار بدیم. هدف اصلی زندگی خودمون رضایت رب متعال رو قرار بدیم. برای زندگی خودمون رو برای الله تعالی انجام بدیم. کارهای خودمون رو برای رضایت الله جل جلاله انجام بدیم. خوب زندگی بکنیم و انشاءالله الله تعالی مرگ خوبی نصیب من و شما میکنه و در جنت فردوس من و شما رو جا میده و رضایتش رو برای من و شما اعلام میکنه. و این بزرگترین آرزوی هر فرد مؤمنه که رب متعال معبودش، محبوبش از اون راضی باشه. الله تعالی به من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.